خبر برای همه شما. اولیکاسای جمشید برای شما امکانیتی کلان می‌دهد. کجایی که سفر کردنی هستین، شما می‌توانید که از خانه نبرآمده با طریق تلفن بلیط‌های ارزان را خریداری نمایید و اینچنین از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید برای شما تخفیف کرده می‌شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. برای شما سفری خوب خواهانیم. حادثه‌ای که دیروز گذشت یک حادثه سنگین و ننگین و علم آوری بود که از جانب بعضی نوجوان مردها انجام یافت. اصل در شریعت اسلام انسانی خیانتکار، جنایتکار یا ساده تر گوییم انسانی تروریست دین و ملت ندارد. اینها را پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم بنده دینار و درهم میگوید. بنده یعنی خود فروخته که از روی پول و مال دنیا شده چی کارهایی را انجام میدهند. ببینید همین نفرها از روی یک پول ناچیز صدها نفر یعنی که به قتل رساندن، کشتن. البته این کارها در شریعت معنی است، حرام است و نادرست است. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارکشون میفرمایند که من قتل معاهدا لم یرح رائحة الجنه. هر انسانی که یک نفر از عهد کرده شده ما را اگر بکشه، برای انسانی کشنده بوی جنت در دماغش نمیرسه، یعنی بوی جنت در دماغش احساس نمیکنه و روی جنت نمیبینه. چنین گناه بزرگ است. کاری که این بیرحم ها و بی انصاف ها کردن، ببینید چقدر انسان های بیگناه کشتن و یک جامعه را ناآرام گذاشتن و یک قبیله، یک ملت را سرخم گرداندن. به این خاطر از بسیاری جوان ها خواهش دارم که و این یعنی گروه های بی عقیده، بی رویه و این شبکه های اجتماعی و هر نوع دعوت هایی که هستند از اینها یعنی گوش ناندازید، خودداری کنید، چون که بسیار خطر کلان داره. ببین انسان های بی سواد گمراه میکنه و به چه راه های بد میبره. امروز به همگان معلوم است که شهر روسیه یعنی روز غم اعلان کردن. امروز روز غم اعلان کردن. ما هم که باشد زیاده از 20 سال می شود که در اینجا همکاری داریم و این مردم یعنی داد و گریفت داریم، کار میکنیم و نفقه اهل بیت عزیز تأمین میکنیم. ما هم باشه امروز همدردی خودمان به تمام مردم روسیه و خاصتا با اون شخصیت هایی که یعنی عزیزاشون از دست دادن، اون شخصیت هایی که فرزند، همسر، برادر، شوهر، پدر عزیزها را دادن، همدردی خود را بیان میکنیم و دعاگو هستیم که پروردگار از این مصیبت های چقدر علم آور سنگین تمام روی عالم را و خاصتا ملت عزیز ما را در حفظ امانش نگه بدار. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. این یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.